سلام دوستان، خوش اومدیم به این ویدیو. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید. من محسن هستم و همون بازی گرانی که بازی کردیم دو تا از نسخه هاشو رفتیم و نسخه سومش مونده. گرانی 3 اینجا 3 نفرن داخل این بازی. با بزرگ توفنگ داره و اسلندر اینا هم یهو ظاهر میشه جلو تو، باید سرتو بچرخونی که تو رو نگیره و بریم ببینیم چی کار میکنیم. امیدوارم یکم آسون بگیره به ما، چون خیلی سخته، چون 3 نفرن 3 به تک واقعا سخته. بی‌معطلی میریم سراغ گیم. Let's go. سلام دوستان، خوش اومدیم به این ویدیو. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیو باحال و با بزرگ و من بزرگ رو در اختیار خودمون داریم و صدا بازی قطعه و فقط قرار ما خودمون صحبت کنیم بدون هیچ صدایی. میخوایم بریم سراغشون و تایم اوکی و بریم ببینیم چه خبره. کیفیت که هیچی نمیتونم دست بزنم، رو حالت ایزی اوکی حل فکر کنم دیگه، خودش ردیف میکنه. و دوستان لایک و کامنت واقعا یادتون نره، این حمایتتون واقعا بهم خیلی انرژی میده واسه ادامه کارم. و لسکو در حال بارگذاری. خب وارد میشیم و آقا جدی دقت کردین تا حالا تو همه نسخه های گرانی همیشه اونا می اومدن سراغمون و جالبیش اینجاست دوربین گذاشته دم در و ما میریم سراغ اینا. و علی درم قفل شد، یا حسین دوربین. ای وای ای وای ای وای، اشتباه بزرگی کردیم اومدیم توی این خونه و واقعا اشتباه بزرگ، چه خونه ای هم ساخته واقعا. ای وای اینم رفت ولوکه. ای بابا انا ما ای خیلی انا چرا باید دقیقا چرا باید ما وارد مرض داریم؟ فکر کنم خودمون همیشه این مشکل داشت. عبدالله یه دونه بزنم تو پس کلا. ای غلط کردم، منو زد ترکوند. خب دوستان وارد بازی شدیم حس میکنم و لسگو چیه لسگو. روز اول بیدار شد و پیشگوشتی رو برمیداریم. دوستان من تو اینترنت سرچ کردم گرانی و بالا بردم گفتش که آره قبل از اینکه به خاطر اینکه بیرون بخوای بری پیشگوشتی رو باید از بیرون برداری و بیرون یا علی. چرا اینجوری میشه؟ من اینو یه تنظیم بکنم بد نیست. آها یکی کوچول خوب شد. خوب بد نیست. خب لس اینجا 2 تا کوزه نیاز داریم و بریم بالا. این وای دم محمد گرم و محمد رو نگاه کنیم بچه ها، همه جا محمد است. آقا اینو باز کن. باریکلا عالی. اصلا این عروسگه چون صدای بازی قطع کردم صدای یاروشو ندارم و یعنی اینو میگه یا علی در رو باز میشه. ای وای ای وای ای وای بودو ای وای. این حس میکنم ما رو میدونه ما کجاییم. معمولا این عروسک رو میگرفتیم میفهمید کجاییم. چرا باز نه؟ ای بابا باز کن دیگه. برو ماشالله. ای کوکونات بشین اشکال نداره، بعدم میای سراغ کوکونات هم هستی. یا علی خواب بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا چوب دستشه مثل کارگو گجت اینجا وایستاده. آقا ای بابا بریم اونور یه دور بزنیم ببینیم میره. بریم ای بابا این میدونه من کجام.
آقا این فکر کنم این عروسک رو گرفتیم، فکر میکنم میدونه ما کجاییم. خب اشکال نداره، اشکال نداره، اصلا اشکال نداره. بذار بیاد این سمت یکم گیجش کنم بریم. اوکی دوتایی با هم اومد دوتایی با هم یا حسین. بزن بریم بلند شو. اوف بودو فقط اینجا رو بریم. آها خواه دوستان راحت اومدیم این بالا. من یکم ویدیو رو رد کردم که ما بتونیم راحت بیایم. خب اینم از اسلندرینا. این لعنتی واقعا رو مخ بود اگه تو بازی بودش. همین الان از بینش بردیم که دیگه تو بازی وسط بازی اذیتمون نکنه اصلا. اشکالی نداره. خب کلید داد بهم سیف کی. سیف کی چی کار باید بکنیم با سیف کی؟ آها تو سیف کی یه چیزی هست باید بریم برداریم و اومدیم پایین. من اینجا رو اگه سری رد میکنم معذرت میخوام، چون چیزای مثلا مهم نبوده رد میکنم که الکی وقتتون رو نگیرم و شما ویدیوی ما رو قشنگ با دقت فراوان نگاه کنید و هیچ زهرمار تو اینا نمیذاری. ویپن. آقا ویپن کیو پیدا کردم. اوکی عبدالله اوف نخورد بهم نخورد ای بشین. نخورد به من. مایتوبه نمیتونم مایتوبه رو بگیرم بزنم تو سر عبدالله. نه بیا اینور عبدالله بیا اینور من از اونور برم. خدافظ. بودو محسن بودو. ای بابا این چرا باز نمیشه؟ ای لعنت بهش. بودو ماشاءالله. خب دوستان اومدیم بیرون. خب اوف آقا دست این نامرد رو باید فرار کنیم. یه سنگ پیدا کنم واسه اون سلاحه، واسه تیر کمون. یه سنگ. خب اوکی پیدا کردیم. بریم واسه یه سنگ دیگه. بله خب اومدیم این طرف گرفتیم یکی و نباشه کسی. خب اوکی از این سمیم اینا آبه اینا یا لجنه چیه این درم باید بیایم باز کنیم و یه راه فرار ماست. علی اینو من پیش نزدم. اوکی اینم از این در باز کنیم. یه در سنگو من بگیرم. سنگو بگیریم بریم داخل. لسه با کسی نیست. اوکی بودو اینجا رو داشتیم میگشتیم. اوکی یه تیر تفنگ و خیلی باید جوره بچه ها. این من میترسم میاد یهو. سریع بگرد محسن. آها تموم شد فکر کنم هیچی پیدا نکردیم. اوکی آقا بریم. بودو ای وای گرنی. بودو اینوری. یه سنگ دیگه البته نیاز نداریم 3 تا سنگ داریم. اوکی بریم از این در بریم. ای بابا عبدالله چی میگی بابا؟ یه دونه بزنی تو سرش صدا سگ بده. اون چیه اون بالا؟ چجوری باید برم اون بالا اونا رو بگیرم؟ لعنت بهش. نمیدونم اون چیزایی که نمیخواد بده رو اسم هم میذاره اونجا. سلام قربان. ای وای گرانی. ای وای این کجا بود؟ در ببند ماشاءالله. خوب جای اومدیم. اوکی آقا بذار ویپنر رو بگیرم برم اونجا دره رو باز کنیم. اوکی در ویپنکیه رو باز کنیم. اون تیر کمون رو بگیریم. 3 تا تیرم داریم. حالا طبقه دوم بود دیگه. اوکی رسیدم. در باز کن. جانم گرفتم. دوستان ببخشید یه مشکلی پیش اومد. معذرت میخوام. یه لحظه ایست کنید. ممنون ببخشید واقعا.
ای بابا دوستان اومدیم رفتیم برگشتیم یهو دیدیم ما رو زده ترکونده. نمیدونم واقعا چی بگم، لعنت بهش. نشد اون کارمونو داشتیم میرفتیم بازی رو صبح نزدیم، سه تا فقط فیلم برداری رو صبح زده بودیم و عبدالله ای وای آره به این صورت بود. و یا ابوالفضل بابا من میخوام برم بالا، اومدیم اینجا هیچی نصیبمون نشد. اینجا چی؟ هیچی نبود. ای بابا چه گرفتاری شدیم واقعا، هیچی پیدا نمیشه. ای بابا واقعا هیچ. برای 2 دقیقه آها پیدا کردم. اوکی تیرگمونه رو پیدا کردم. اوکی آقا مهمترین چیز الان همین تیرگمون بود. پیدا کردم. کجایی؟ اینجا بچک. این توالته نمیدونم آلگردی چه هدی زدم و آقا سیفه به اینجا میخوره. بنگ یه دفعه. عبدالله خیلی خوشگل زدیم. بابا این تو اینم گیتار داره. ارگ گیتار میگه. گیتار فرق داره محسن چی میگی؟ توالت گلو داشتی؟ چه سیفون بود کشیدم. کلاغ داریم و فکر کنم اینجاها دوستان. اینجا که خبری نبود. تیرم دارم عبدالله. او عبدالله واه تفنگت مال منو به سر صحبت نیست. بذار بریم let's go. اینجا بریم داخل. اینجا چی؟ یه تیره. تیر اوکی. یه سکه پیدا کردیم. اوکی بریم let's go. آقا یه تیر بگیرم نمیخواد. بریم اونو بزنیم میام پایین. اینجا که نمیان میگیریم. بابا علی موسی برو علی. میندازم رفت. واه انگار داشتیم یارو رو آقا میندازم میگردیم. میندازم اینجا. خب این از تو بچک برد. این از این دوستان اینم تفنگ. تفنگ ما 2 تا تیر داشت. کجا؟ حواس ندیدم اصلا تفنگ تیرشو. از این چیزای که چیز اوکی چیزایی که چیز اوکی میکنه. چی قطاره رو اوکی میکنه. بندازیم پایین. حله بریم پایین و با تفنگه سکه پیدا اومدم. گیر کرد دوست. اوکی آقا ما یه سکه این چیز میخواد. don't work نمیدونم چی بود واقعا نخوندم دقیق. اینجا چی؟ پیچ یه پیچی میخواد. یه چیز پیچ ماننده فکر کنم اونو باید بزنم. طبقه سوم و گیر کردی و بچه ها ببخشید. اینجا خبری نیست. تفنگ تیر اوکی تیر پیدا کردیم. تیر دومی خورده بهش. بریم پایین. اینجا هیچی. اینجا تیر هست. بریم واسه بریم بالا. اشکال نداره بریم بالا ببینیم. هیچی بابا این اومدی باز تو. دیدی چی شد؟ وای یه دونه زدیم در رفت از بغلش. ای وای تیر نیاز دارم. بودو موسی یه تیر پیدا کن. خطری پیدا کردم. اوکی میدونستم اینجا هستی. واه آره آقا سکه پیدا کردیم. اوکی آقا این از این. یه راه حل این از این پیدا کنم. در باز کن. اومدیم سراغت. اومدم سراغت علی. اینجا که چی و اینجا اومدیم بالا. اوکی تخت خواب عبدالله در اختیار ما گذاشته شده و
اینجا سکه رو بردار. چی داری میگی موسی بابا؟ بگرد قشنگ. این وره نه بریم گم بالا. شدیم. علی سکه اینجا. این تفنگه رو بذارم اینجا، اگه اومد حداقل واسه این تفنگه نیاد که بتونه بگیره. ها نظرتونه دیگه؟ اوکی گذاشتیم بریم پایین. اشکال نداره let's go. خب آقا خب یعنی چی؟ بریم این سکه رو بذاریم. از این سمت هیچی وارم که هیچ کنکل. اینجا هم که سکه رو بگیریم ببریم پایین. اوکی سکه رو ببریم پایین، اونو بگیریم اونو بذاریم توی ربات. اوکی این سکه رو دوستان حرف من نگرفتی ببخشید. این سکه رو میذاریم داخل اون چیزه، بعد اون ربات رو راحت کنسل میکنیم. اوکی داریم میریم واسه شو. یه چیز میخوایم. این از کدوم وری؟ این سکه و اینو بزن، اینو بگیر. اوکی بریم واسه ربات ببینیم دیگه صدا میده یا نه. خب اوکی اینو خوردی رفتی واسه خودت صلبات. این از اینو زدم گفت دون. واو فیوز. نمیدونم فیوز ای وای برق میخواد. همه چی برق میخواد آقا. این چیز برق نداره. اونو اگه چیز دسته که پیدا کردیم انداختیم پای اونو نیاز داره. اوکی بریم بالا بریم بالا ببینیم چه خبر. میتونیم اونو بیاریم یا نه. این میخوره بهش. نه این سیف کیه که بریم واسه سیف. ای وای این اینجا چیکار میکرد؟ ای وای بگیم محسن جان بیا جلو. تمام تو از تو. واه چه جوی به موقع واقعا رسید بهم این اسلحه، یعنی همون تیر کمون. اوکی درش باز کن. چی؟ اس شاپکی شدکی بود. چی بود؟ فکر کنم شدکی بود. اوکی آقا عبدالله چی میگی؟ ای بابا خب این که تفنگ نداره. اوکی تفنگش دست ماست. لخ شده عبدالله دیگه. هیچی یعنی اسلحه ای نداره، با دست باید کار کنه. ما که اسلحه داریم نمیتونیم. برو ماشاءالله. یک دو خدگیر باشه محسن. این سم عبدالله نیست. نه خبر نیست. اوکی عبدالله فقط اومد بالا رفت. کجای عبدال؟ یعنی چی؟ خب این چه عبدالله دلا خر کرد ما رو. به اینجا کارت دارم. من خرگوشی بیازارم. بیا از سوراخت بیرون. نمیخوای میمون؟ بیا بیرون دیگه. عبدالله میمون. دوستان اینم عبدال. اینم میبرم عبدالی دولی گلگلی کجایی؟ عبدالله اون قطار است. آقا من عبدالله رو پیدا نمی کنم. تفنگو میندازم هم اینجا بی خیالش با ولش کن. این حداقل تفنگه رو نگیره. غلط کردم. ما بتونیم کار در بیاریم. غلط کردم. اینو بگیر. آخ اوکی شدکی. حالا وجود داری بیا. کلیده نمیدونم چی. میریم پایین ببینیم به اون میخوره. بیا سلام ها. فکر نکنم ولی خب بریم. ای وای عبدال اینجا چی کار میکرد؟ عبدالو ببینه. عبدالو یا حسین مظلوم. بذار آقا تیر بگیرم. ای وای واه بزن شد. وای تفنگ میگیرم بریم واسه عبدال. پیداش کردیم دیگه. اوکی اینم یه باز گومش نکنیم. کجای بزرگ عبدالله بیا اینجا. اومدم سراغت. خدافزی خوش اومدی. آقا این بالا من یه چیزی دارم میبینم. بریم اینو بندازیم یه جای مناسب که واقعا اونجا خطرناک بود. بندازیم یا تیر پر کنیم دستمون باشه. ها خب
چیکار کنیم؟ آقا تیر هر پر دوتا رو کنیم بذاریم ترکوندیم. صندوق ماشین، نظرتونه دیگه شاد میشیم. یا نه؟ بی خیالش آقا، بی خیال. عبدالله رو اینجا بریم تکون اشکال میدیم، نداره. اینجا رو اونور. خاطرم بزنم بنگ. این از گرانی، اونم اینو بزرگ، ببرم اون اونجاست. اوکی به این بریم اینو میخورم بندازیم صندوق که دیگه قرص و قرص باشه، هر کی یعنی با بزرگ نتونه اینو به دست بیاره و دست خالی باشه یک سر. اوکی این بریم اصلا تو واسه این نیست حس میکنم. و فعلا اینجا باشه. اینم از این برداریم بریم پایین ببینیم چه خبره. چیه او چرخدنده است بچه ها. ما وایسا محسن، یه چیزی اینجا رسیدیم. هست. من اینو من بگیرم فکر نمی ببرم کنم به این بالا. بخوره، ولی خب بزنیم ببینیم. اینجا دیدی؟ نه چی میخواد این؟ اینو آره این دست یه بش- دسته میخواد، یه دونه نمیدونم چی میخواد دیدی که کوکونات. خوبه. اینم که از دیدی؟ پشت میگه قفله و چیز نیاز داریم. تفنگ رو باید بیاریم اینجا، اینو بشکنیم و باید بریم ببرم. داخل اون ببینیم چیزی چه که توی خبره. حیات هست اونجا. اینو بتر کنم و از این سم بریم اون کوکوناتر هم بگیریم. ها نظرتون دیگه؟ آره این اینجا که داریم کوکوناتر رد هم میشیم. بگیریم. اوکی این هم از یه سنگم کوکونات. برداریم. کوکونات او دیگه سنگی کوکونات رو نیست. ببریم اونجا بشکنیم، حداقل یه چیز خوب به ما بده. یه چیز خوب. لعنتی آخر یه چیز درست پدلوکی. درمون به ما نداد. این از آقا کوکونات. پدلاک داد بریم بهمون. بالا واسه پدلاکی چیکار واسه میکنه؟ شکوندنش از این ور. نه یه سنگم بگیریم بد نیست ها. آره نیازه، مثل اون دفعه اتفاق بد میافته. این از سنگ و بگیریم ببریمش ببینیم اینجا چی به ما میده. بسم الله الرحمن الرحیم. این چیزی که انداختیم افتاد. چیه؟ پدلاکی داد بهمون. افتاد پدلاکی روی آقا، این پدلاکی به درد من نمیخوره. نمیدونم اونجا چی کار باید بکنم که اونجاست که کوزه و اینجور چیزا هستش. اونجا این لعنتی اینجا اونو اگه اینو از اون ببریم اونجا. یه چیزی اون بالا هست دقت کردی؟ اون 20 صاحب از اون بالا انداختیم افتاد رو این. ای بابا الان خب ما بخوایم فرار کنیم. محسن تو چی کار کردی محسن؟ ما بخوایم فرار کنیم خب اونو نیاز داریم، اون دستگیر لعنتی نیازه. سنگ برداریمش کنار ببینیم میتونیم از راه کوزه دار فرار کنیم. به این نمیخوره. این فکر کنم چی میخواد نخوندم دوستان و ندیدم قشنگ. ببریم پایین و پدلاکی نیاز نداره. این تفنگه رو بگیریم که اینا رو بزنیم بتره کنیم. و دوستان بازی به شدت باگ شد و از اون باگ لعنتی اینجوری شدیم و برگشتیم به بازی. الان یهو قطع شد دوربینمون و لسکو بزن بریم. بابا گرانی چی میگی تو؟ بیا برو بمیر. بنگ. او خیلی دیر دادم، خیلی طولش دادم. نه خیلی طولش دادم لعنتیو گرانیو ولو شده روی زمین. این ولو شده روی زمین. خب ای عبدالله وای اصلا کالن یه دونه بادم بزنه صدا کنه سرش. کاچله دوست داشتنی عبدالله دلا سنگم پیدا نمیشه. بازی فکر کنم سنگا رو دیگه به ما نمیده. آره دیگه اسم میکنم اصلا سنگی به ما نمیده لعنت بهش.
لعنتی نمیدونم چرا سنگ نمیده به ما. هیچی سنگ پیدا نکردیم، ولش کن آقا، بی خیال. بریم داخل دنبال یه چی دیگه ببینیم میتونیم. عبدالله بابا میترسم برم. ای برو، فکر نمیکنم کاری داشته باشه باهات. اون پدلاکیه رو بگیرم برم پایین. اوکی لسکو، بودو هنو اون بیدار میشه گرفتار میشه. بودو ای گنجشگاه دور سرد میشه. ای بابا ای لعنت بهت، این بیدار شدی و چرا؟ شب سوم لعنتی. دوستان است نمی کنم بتونیم واقعا هیچ کاری نکردیم تو بازی، ولی پر انرژی و پر قدرت میریم بتر کنیم. در همه بسته بود اونجا، فقط تنها دری که باز بود این بود. آقا این خیلی بدجوره، ولی اوکی خیالش بگیر. یکی اومد گرانی. وی سنگو بگی واسه بودو. ای وای رسید ای وای کی اومد؟ ای وای واه دست گرانی در رفتیم. اوکی بشین اینو بردار، برش دار. ماشاءالله ای بردار دیگه. آها نیومد و یادش رفت کنم ما رو. بازی ما رو فراموش نکن، ما زیادم بیارزش نیستی. اوکی آقا این تفنگه رو گرفتیم، بریم برای ترکوندن گرانی. برو ماشاءالله ببینیم چی کار میکنیم. تله گذاشته نامرد. خب فکر کردی من اینجا گیر میافتم؟ برو بابا. از این سم رد میشیم، دیریب زیدونی میره واسه گرانی. عبدالله رو میبینه یه دونه هد میزنه به عبدالله، گرانی رو میکشه پایین. 2 دقیقه و نیم میره واسه خودش عبدالله. گرانی میاد سمتش و بزنم. بیا پایین بنگ. عالی محسن، یه دونه تیر داشتی عالی استفاده کرد. عبدالله تفنگو از کجا گرفت؟ خواهیم کرده بودم، لعنت بهش. اوکی آقا بریم اون چیزه رو پدلاکی رو بزنیم اینجا، ببینیم میتونیم چیزی گیر بیاریم از اینجا. نه چیزی نمیتونیم برداریم و اسم میگم الکی بود و یه تخته چرت اینجاست. البته شایدم به درد بخوره. ببینیم بعد بریم طبقه سوم. اوکی طبقه سوم. اوکی اشتباه اومدیم. یه کوزه، آقا کوزه رو پیدا کردیم. از اون سمت نباید بریم واسه این. نظرتونه واسه این از این سمت باید بریم. بی خیال اینو بی خیال. بذار این تیرکمون کوزه رو بندازم پایین. آره دیگه کوزه رو بندازم پایین. سنگم پیدا نمیشه. بابا هی یه چیز نه اشتباه دیدم. به واقعا لجنه فکر میکنم اینا. یه چیز به چشمک دیدم. اوکی یه سنگ. آقا یه دونه سنگ پیدا کردیم از دار دنیا. یه دونه سنگ به ما داد. فکر نمی کنم دیگه سنگی باشه. بله ببین چرخوندم رفتیم تو دیوار. آقا اون کوزه رو بندازم پایین. اینجاست؟ نه اینجا بود فکر کنم. اینجا نه
کدوم وری توی لعنتی؟ اینا محسن ببین یه تیر داری یا یه دونه خوشگل بزن بنگ. افتاد اون ور. اینجایی؟ نه اینجا که سقف داره محسن. اینجا چی؟ اینجا یه کوچول سوراخه. اینجا بالاش یکم سوراخه ولی نه اینجا هم نیست. در باز کن اومدم. ای بابا اینجا نمیدونم کجا افتاد لعنت بهش. زدم ولی خلاصه انداختم پایین اینو. اوکیه. تفنگ برداریم. تفنگ دستم باشه. چی جوری برداشتش؟ من تو صندوق مگه نذاشته بودم. واه چه ضربی. چه به موقع ICU بمیر. مزخرف. آقا این تخته رو از اون ور بریم. عبدالله همه رو میت میکنه این بازیکن. من رو میزنه میترکونه و نابود میکنه. این از این لحظی میگیریم ببریم اون بالا و ببینیم که توش چیه. توش موز ببینم لعنتی. اوکی اومدیم طبقه سوم. این بر که اتاق کوزه افتاد اینجا. اوکی آقا کوزه اینجا افتاد. اوکی این چرا نمیشه؟ چرا نمیتونم بذارم؟ ای بابا. خب برو پایین. اوکی کوزه رو بندازم پایین. ببینیم جریان این چوبه کجا میره. اشتباه من نکنه از اون سمت اصلی باید بریم. نظرتون از سمت اصلیه؟ چون نشستم بلند شدم. سمت اصلی باید بریم. چوبه رو چوبه رو بی خیال برای کوزه رو بگیریم. یا علی گیر نکردم. ای وای این گیر نکردم. باگو کجاری اصلا گیر کرد. ببین اونجا گیر کرد ولی من رد شدم از داخل. روح باشم چیکار کردی؟ کوزه رو میدونم کجا پر کنم. اوکی میایم اینجا. این آب اینم از این. آقا میگه فوله پر شد. اوکی ببین بریم این پایین. اینو بذاریم اینو بذاریم اینجا. چون نمیذاره سمس تو سم نمیدونم چی بود نوشته. تی نرفت چی بود نذاشت. پدلاک به کجا ببینم اونجا هم نیازه یا نه. گیر کرد. یه لحظه کند شد دیدین. لحظه اینو باز کن. یه دستش گم شده نیست. پیدا کردیم لعنتی و انداختیم اونجا. اون بالا گیر کرد. اشتباهمون همین بود. علی چرا اینجوری میشه؟ آقا تفنگ رو بریم بیاریم اینجا رو بتر کنیم. هستین دیگه. ای بابا نظرتونه آقا؟ هستین؟ بزنیم با تفنگ اینو بتر کنیم. یعنی چی بابا؟ هر ور میره هر جا میره این هست. لعنتی. شب 4 یعنی روز 4 دی نوشته بود. روز 4 ما رو پاره کرد دیگه. ول کنیم ما رو دیگه. اوکی آقا تیر کمون رو پیدا کردیم. یه تیر کمون آماش چلو بگی بچه رو. 2 تا سنگ یه دونه سنگ میبینم.
یه دونه رو من میدارم. اوکی، یه دونه سنگ برداشتیم و دیگه یه دونه دارم میبینم چشمک میزنه برش دارم. ماشاءالله لعنتیو. ای عبدالله بیا. بی کچل نکبت، اینجا چی نداره؟ گرنی رو گرنی رو یا علی بشین بردار بشین. نه نیازی نیست. اوکی آقا یا علی بترک. گیر کرد اونجا ترکید. اوکی البته با تیر ما اینو بردارم بریم داخل ببینیم میتونیم. نه بی خیالش ولش کن، اون کوزه رو بعدم پیدا میکنم. مثلا اونم بندازیم پایین، اما بی خیال اون کوزه. ای بابا کوزه قبلیه رو بالا بود. اوکی بذاریم بریم بالا. چون نمیرم. آقا فهمیدی؟ اون بالا بود. نگاه وای، من میگم چرا بالا نمیره. یه ذره دیگه وای میستادیم میترکیدیم، قشنگ میمردیم ها. قبول داری؟ قشنگ میمردیم. لعنت بهش. بالا چی کار میکردی لعنتی؟ محسن اومدی بالا. خب اون ای بابا بازم اشتباه اومدی. از اون ور باید بریم اصلی اون ور کوزه رو انداختیم پایین. اوکی اما این چوبه از اون سمته. بریم اوکی بریم پایین. زدم که اونم بیاد پایین. بیا دیگه لعنت بهت. از اون ور یا از همین ور بریم آقا ببینیم چه میکنیم. این خیلی چرخش شروع خیلی بد شد آقا. انا خوبه. این چرا نمیشه از این وره؟ نمیشه. خب این چجوریه؟ از اون بر میرم یا این بره؟ آقا یه کوزه دیگه هم پیدا کردیم. یه کوزه گریم پیدا کردیم. نمیشه نمیدونم چرا. ای بابا نمیشه لعنت بهش. هیچی آقا. اسمم از همون ور جاده اصلی رو باید بریم. بی خیال مثلا برو پایین. برو پایین. برو. آقا این لعنتی از جاده اصلیش باید بریم و ببینیم چه میشه. اوکی کسی نیاد. لحظه با نیاد کسی. یا علی برو بالا برو بالا. جاده اصلی
شات اصلی دیگه ارور بده دیگه، یعنی کلم ماشاءالله درست بود. یه دیوانه شدیم اون طرف. اوکی چیزو فیوزو پیدا کردیم. فیوز چیزو چیه یارو؟ فیوزی که برق وصل میکنه همینجا، همین نزدیک، همین بغل. این فیوز اینو پیدا کردیم، اینو وصل میکنه، اینو سیم میخواد، برق میخواد، اینو باید بزنیم سیمشو بگیریم بیاریم که بتونیم فرار کنیم. لعنتیو لعنت بهش. هیچی دیگه اینجا نبود. موضوع از کدوم ور میخوای بیای؟ روحی جنی چی هستی تو؟ موکل داری؟ موکل داشته باشه موضوع. فرار از این سمت. یهو ظاهر میشه. آقا یعنی چی؟ ماموزوگ از اون ور، بابزوگ از این ور. روز آخر و روز پنجم. لعنت بهش. اوکی بابا از این بر میریم مثلا. توف تو کلت. چی همونو بگیرم بزن بهتر کنم اینا رو. اوکی یه دونه سنگم اینجا پیدا نمیشه. اینو تنظیم کنم. الان خوب شد. اوکی شد آقا. اوکی بابا چرا اینجوری میشه دوستان؟ واقعا منو ببخشید برای بد تصویر رو برداری و واقعا معذرت میخوام ازتون. 2 تا سنگ میبینم. اوکی برمیداریم یه سنگو. این سنگرم برمیداریم. اوکی برش میداریم اینجا که چی نمیدونم واقعا چی جوری باید لعنتی رو بگیرم. بسم الله. اوج میگیریم. لسبو از این سمت در واکنه عزیزم اومدم ببینمت. این درم باز کن. اومدم سراغ عبدالله. اشکی نیست. چرا اشکی نمیبینم؟ اینجا که باز کردیم چی؟ اوکی چی فکرم افتاده یه چیزی. اوکی چی نبود. بریم برای ترکوندن عبدالی یا اون کوزه رو بندازیم با اینا. نظرتونه؟ کوزه رو اول بندازیم. ای وای بخواب بابا. اوه چه جایی زدم ترکوندم گلنی رو. به موقع کوزه همینجا بود. نه همینجا بود. دیدمش کجایی. نه مثلا یه دونه بزن جانم. اینم از این افتاد پایین اومد. افتاد اونور. واه نشک چی جوریه واقعا این میفته نمیشکنه. منطق بازی واقعا خوبه. و عبدالله نمیبینم. عبدالله دلار رو نمیبینم.
عبدالله کجایی؟ آقا این اسمایی که میگم اسمای چیزای خودم، یعنی به کسی حق تو این و اینا ندارم و واقعا به دل نگیرید، معذرت میخوام اگه اسمتونه و نظرم شما نیستید، واقعا نظرم شما نیستید. دارم اسم خیالی خودم رو میگم و به شوخی و اینجور چیزا. عبدالله لعنتی و اسم خیالیه. اوکی آقا عادت بکنید دیگه، شما با شما نیستم. این از این تیر. اوکی بریم واسه عبدالله. عبدالله بیا اینجا، عبدالله بیا اینجا. ایوالی 1 2. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید و لایک و کامنت یادتون نره. ما نتونستیم که گرانی 3 رو تموم کنیم و ممنون از اینکه ویدیو ما رو دیدید. کاتس